یه نحوه آتش زدن میخوام به شما یاد بدم، یادگاری داشته باشین. وقتی که میخواین جار آتیش بزنین معمولا روی چوب میذارین و روش نفت میریزین و این اگه چوب خیس باشه بعد از چند ثانیه خاموش میشه. ولی در کل بیاین زمین رو بکنین 10 سانت مثلا زیرشو نفت بریزین کاملا. این فقط بخار گاز میده و تا هر لحظه‌ای که هستین اینجا آتیش میمونه. یا کن این در جا خاموش شد. خب حالا این آتیش میزنیم، این کلا میمونه تا لحظه‌ای که هستین. از زیر گاز میده بالا و میمونه. میشه این